پارسا چند روز پیش بعد از 2 هفته تو صفحه اینستاگرامش یه پستی گذاشت و اومد گفتش که فکر کنید شما از خواب بیدار شدید و گوشی از دستتون میگیرن و هر چیزی که توی گوشی و توی اینستاگرام میبینن و برای شما تعریف میکنن. مثلا فلان دوستتون رو که چند سال ندیدین توی یک مهمونی از غذاش استوری گذاشته، یا فلان نفر دوستتون که اصلا تا بال ندیدیشون تو فلان جا رفت و از خودش گذاشته، یا نمیدونم فلان خبر تو فلان پیج خبری و میاد به شما میگه. و اونجا نیست که شما بیاین به خودتون بگین که خب به من چه و اصلا چرا دو این چیزا رو برای من تعریف میکنید. حالا تصور بکنید شماها هر روز وقت و بی وقت بین کارتون، صبح که پا میشین، شب قبل خواب، مدام روتینتون شده چک کردن اینستاگرام و نگاه کردن زندگی های بقیه و اینجوری میشه که شما وقتتون رو دارین هدر میدین و خیلی عمیق که به این ماجرا نگاه بکنید ببینید واقعا به من چه اصلا این چیزا. و اینجا شما دارین از تکنولوژی اشتباه استفاده میکنید. عوض اینکه اون برای ما کار کنه، ما داریم برای اون کار میکنیم. این موضوع خیلی مهمیه که منم باعث شد بیام راجبش با شما حرف بزنم و بگم که مهمترین چیزی رو که ما از دست میدیم و هیچ وقت بهمون بر نمیگرده اون زمانیه که ما از دست دادیم. یعنی ما این زمانی رو که از دست دادیم و هیچ وقت دیگه نمیتونیم برگردونیم. یعنی شما از زمانی که این اینستاگرام ریختین و تا الان که دارین این ویدیوی منو میبینید، اگر معتاد اینستاگرام باشین و وقتتون رو توش واقعا هدر داده باشین، هیچ وقت اون وقت بر نمیگره. فقط میتونید دیگه سمتش نرین، ترکش بکنید و سعی کنید که جبران بکنید. تو اینستاگرام آدما میان بهترین ورژن خودشون رو به اشتراک میذارن، چیزی رو واسه ما به اشتراک میذارن که خودشون دوست دارن، خودشون تاییدش میکنن، خودشون میپسندن و حتی شاید خوشحالیاشون یه سناریوی دروغین باشه فقط برای اینکه به اشتراک بذارن. حتی شاید بگیم بابا فلانی حتی غمش هم میذاره قشنگه، از خوشحالی من قشنگتره، ولی بچه‌ها باور کنید همونم میان غمشون رو به بهترین شکل به اشتراک میذارن. یعنی اگر اون گریه‌ای که واقعا زشت باشه، اون غمی که واقعا قابل پخش نباشه و واقعا نمیان بذارن. و این آدمایی که خیلی رو راست باشن و بدترین ورژن خودشون هم به اشتراک بذارن تو اینستاگرام واقعا کمه. به خاطر همین باعث میشه که شما از خودتون و از زندگی عادی که دارین ناامید بشین و بگین این چه زندگی من دارم، اینا خیلی خوشن، اینا خیلی دارن خوش میگذرن و حسرت زندگی اونا رو میخورین. مسئله دیگه ای که وجود داره و خیلی مهمه اینه که شما علایق خودتون توی این اینستاگرام زیاد میبینید. به هر حال الگوریتمش همینه، وقتی که 4 تا چیز مورد علاقتون رو لایک کنید، زیاد ببینید، میدونید که مدام دیگه اینستاگرامتون پر میشه از پست ها و استوری های مرتبط به اون موضوع. حالا فکر کنید شما مثلا عاشق یه ماشینی هستین، عاشق موتورین، عاشق یک زندگی یا نمیدونم لوکس لب دریایین، عاشق نمیدونم فلان زندگی توی فلان کشورین و دیگه مدام اون زندگی، اون سبک همش واسهتون میاد و اون لحظه که دارین چک میکنید، اون لحظه که دارین میبینید، کلی حال خوب، کلی دوپامین، کلی توی لحظه ارضا میشه روحتون و خیلی حالتون خوبه چون چیزایی رو دارین میبینین که دوست دارید. حالا شما یه لحظه به خودتون بیاین، گوشی رو بذارین کنار، دور و برتون رو میبینید یه خونه معمولی دارین، یه ماشین معمولی دارین و همه چیز خیلی عادیه و این عادی بودنه برای درصد زیادی از مردمه، فقط برای شما نیست. و اونجاست که میای یه لحظه
احساس بدی داری، چیزی رو که دیدی و حالت خوب کرد دیگه نداریش و اونجا حس بدی به دست میده. اینجوری که من چقدر عقبم، چقدر من از زندگی کردن عقبم، چرا من رویامو ندارم. و اون زندگی رویایی واقعا شاید انقدر دور باشه که خودت هم شاید بکشی توی این شرایط بهش نرسی. اونجاست که باید زندگی خودتو ببینی که آقا من چی دارم الان، چرا الان اینجام، اون پدرش کیه، من پدرم کیه، اون کجا دنیا آمده، من کجا دنیا آمدم، اون قبلا چی کاره بوده، الان چی کار است، من دارم واسه زندگیم چی کار میکنم. بچه این موضوعاتی که دارم میگم خیلی موضوعات مهمیه. اینجوری نباشه که وقتی یه چیزی میبینید غرقش شدید، بعد میبینید نداریش از زندگی ناامید بشی، چون اصلا خب واقعی نیستن. یعنی اگه داشتن اون چیزها هم واقعی باشه، اون طرف از کجا میدونی به اینجا رسیده، از چه راهی رفته. بعد تو انگیزه میگیری نه من باید برای این ماشین بجنگم، عکس بک‌گراند اون ماشین رو میذاری. تو عالم نوجوانی خیلی این موضوع هست و حتی شروع جوونی، اون تایمی که میتونی کار کنی. انگیزت میشه رسیدن به یه موتوری که خیلی دوستش داری، انگیزت میشه فلان لوازم آرایش از فلان برند و فقط میجنگی واسه رسیدن به این چیزا. بعد میگذره مثلا 1 سال، بعد صبرم نداری که یهو میای میبینی من این همه تلاش کردم چرا هیچ تغییری نکرد، من فقط 1 کمربند پول بیشتر دستمه. بچه ها خاطر همین این اینستاگرام، فضای مجازی، غیر از این که حالا شما کلا وقتتون رو دارین هدر میدین، زندگی بقیه رو میبینین، با زندگی خودتون مقایسه میکنید، اصلا مقایسه هم نکنی وقتت داره هدر میره و ذهنت پر میشه از چیزهایی که اصلا فایده نداره، سودی به حال تو نداره. به غیر اون حالت خیلی بد میشه، به خاطر اینکه چیزهایی اونجا میبینی که تو نداریشون و رسیدن بهشون خیلی خیلی سخته. مسئله دیگه، خیلیا برای اینکه فقط تولید محتوا کنن، پیجشون رو بالا ببرن، فالوور بگیرن، درآمدزایی کنن از اون پیج، بدون هیچ علم و دانایی میان محتوا میذارن، آموزش میذارن و کم نیستن اینجور پیجا. میان میذارن و آموزش رژیم 1 ماهه رایگان از فلانی نمیدونم 10 کیلو لاغر شد. شاید تو واقعا 10 کیلو لاغر شی، ولی شاید خیلی آسیب ببینی، شاید 1001 بلایی سرت بیاد که اصلا لاغر نمیشدی بهتر بود. یا نمیدونم مثلا طرف میاد مشاوره ازدواج میده، مثلا بعد میام ببینی من دارم طلاق میگیرم، این انقدر توی من نفوذ کرده، من که دارم جدا میشم عوضی که بیاد زندگیم درست شه. بعد جدا میشی، بعد میگی که بعدن که میفهمی ببینی تو اشتباه کردی. بچه خیلی ها اینطوری از زندگیاشون جدا شدن، خیلی ها راهشون اشتباه رفتن، خیلی ها آسیب دیدن. واقعا تا مطمئن نشدین یکی دانایی یه چیزی رو نداره، اصلا سمتش نرین، فالوش نکنید. ببین یه وقتایی یه آدم خیلی درسته، شما فالوش میکنید، ازش یاد میگیرید و روتین زندگیتون رو درست میکنه. خب خیلی واسهتون تاثیر گذاره، خیلی تاثیر مثبتی داره. ولی اون کسی که هیچ علمی نداره، هیچ دانایی نداره، واقعا شما رو از زندگی واقعی خودتون دور میکنه. مثلا طرف میبینی که خب خیلی زندگی ایدئالی داره، خوشحاله، هر روز ورزش میکنه و مثلا یه 4 تا حرفم میزنه، بعد میگه خب اوکی من امروز دارم ورزش میکنم، امروز میرم کتاب میخونم، اینجوری. بعد میبینی هنوز حالت بده. اولا که از کجا میدونی اون خوشحالی که به اشتراک گذاشته واقعیه؟ بعد مورد بعدی، اون شرایط زندگی اون کاملا با تو متفاوته. شاید تو با این روتین زندگی خوشحال نباشی، تو یه روتین دیگه نیاز داشته باشی. بچه هر کی زندگی منحصر به فرد خودش رو داره و تو باید خودتو پیدا کنی، نه راهی که حال دیگران خوب بوده. من دبیرستانی که بودم یه دختره بود همسن خودم، یعنی چند ماه از من بزرگتر بود. بعد فالوش داشتم، آره من الان 206 هم خریدم، چند وقت دیگه میخوام فلان کار را بندازم، من فلان کار رو میخوام بکنم.
کلی از اینجور حرفا که تو اینستاگرام کم نبود، هنوزم کم نیستن که آره ما 1 سال تلاش کردیم به ماشین فلان رسیدیم، ما اینجوری اونجوری. ببینید شرایط زندگی ها فرق میکنه، توانایی آدمو فرق میکنه. اون شاید کمکی که پشت سر اون بوده پشت سر تو نباشه. زندگی ها انقدر متفاوته بچه، حتی دوقلوها، 2 نفر که با هم دوقلوان، حتی اونها شرایط زندگیشون با هم یوم تغییر میکنه، به خاطر اینکه شاید حال اون بدتر بوده، حال اون بهتر بوده، اون آدمی بوده که پشتکار بیشتری داشته، اون پشتکار مثلا کمی داشته و خیلی چیزای دیگه. به خاطر همین هیچ چیزی رو نمیتونی، هیچ چیز خودتو با بقیه مقایسه کنی. ذهن تو، قلب تو، قدرت تو، توانایی تو، شرایط زندگی تو، روتین بیدار شدن تو، خوابیدن تو، سلامت روان تو، همه چیز تو با بقیه فرق میکنه. تو بیای یکی دیگر الگوی خودت قرار بدی، واقعا میبینی که تهش اصلا تو یه راه دیگه رسیدی. بعد میگی نکنه من اشتباه رفتم، چرا نکنه من اشتباه کردم. نه، شاید تو اشتباه نکردی، اون راهی که اون رفته واسه اون درست بوده. بچه زندگی، دقیقاً زندگی کردن و رسیدن به مقصد مثل موتور سواری میمونه. خب موتور کراس میتونه تپه ها رو بره بالا و برسه به اون جایی که میخواد، ولی یه موتور سیکلت هوندای معمولی نمیتونه و اون راهی که اون داره میره رو خیلی بهتر میتونه. شاید اون موتور هوندا اگه از توی جاده بره خیلی راحت تر برسه به اون مسیری که داره از رو تپه میره. این 2 تا چیز خیلی کاملا متفاوتن. پس تو نمیتونی با موتور متفاوت یه راه درست رو بری. راه درست تو واسه موتور توه و راه درست تو واسه یه موتور دیگه اشتباهه. یعنی اینجوری نباشه که شما وقتی قدرت اینو دارین که مثلا روی زمین صاف نمیدونم یه حرکتی بزنی حتما فلان نفرم میتونه رو همون زمین صاف راه بره. مثل این میمونه که شما مثلا با 20 سال به یه نوزادی که مثلا تازه دنیا اومده بگو بیا این راه با من بیا، خب نمیتونه، اون اصلا قدرت راه رفتن نداره، اون تازه دنیا اومده. دقیقاً زندگی کردن مثل همینه. تویی که مثلا 5 سال 10 سال مثلا داری ورزش میکنی، آمادگی جسمانی خیلی بیشتری داره از کسی که تازه همین امروز ورزش رو شروع کرده. تو نباید به خودت ببالی که پوز بدی به اونی که تازه شروع کرده. اگر از روز اولم با هم شروع میکردین باز هم شرایط شما متفاوت بود. یکی ژنتیکی قوی تره، یکی ژنتیکی استخون بندی درشتی تره، یکی ژنتیکی خوش اندام تره. پس همه چیز حتی اگر با هم شروع بشن همه چیز با هم فرق میکنه. و اینطوری نباشه که وقتی تو اینستاگرام زندگی های بقیه رو دیدی بیای با زندگی خودت مقایسه بکنی و بگی وای من عقبم، وای من هیچی بلد نیستم، وای من هیچ کاری نکردم. تا زمانی که سرتو مشغول زندگی بقیه بکنی، بله تو هیچ کاری نکردی، چون فقط داری سرک میکشی تو زندگی بقیه. کی رکورد زد، کی فلان لباس رو پوشید، کی فلان برنامه رفت. باور کنید از زمانی که من خودم این اینستاگرام ترک کردم خیلی حالم بهتره، خیلی زندگیم روتین تره. یعنی مثلا این اینستاگرام میرم فقط مثلا پستایی که دوستان فرستادن رو میبینم، اونم چون طنزه نگاه میکنم، بدونم دوستم مثلا محتوای خوبی نمیفرسته و بخواد منو از زندگیم دور کنه نگاه نمیکنم. محتوای طنزی که مطمئنم دوستان میفرستن رو نگاه میکنم، جواب اونا رو میدم. 4 تا استوری آشنا رو میبینم که میدونم آقا اگر مثلا فلان جا خوشحاله از خودش گذاشته چه شرطی داره، حتی اصلا قضاوتش هم نمیکنم چون میدونم چه شرطی. باشه مثلا دیدین تو بین خودتون خیلی شاید زیاد باشه، مثلا فلانی رو دیدین رفته لب دریا عکس گذاشته، فلانی رو نگاه کنین تا 2 روز پیش داشت سبزی پاک میکرد مثلا، واقعا زندگیش همون سبزی پاک کردن، حالا یه عکسی از خودش گذاشته. بچه‌ها یه مسئله رو به خودتون فکر کنید شما هر روز هفته سر کارین یه جمعه رو آزاد دارین. این جمعه‌ای که آزاد دارین چیکار میکنین؟ میرین مسافرت، میرین پیکنیک، میرین دریا، میرین یه جایی و خودت استوری میذاری، خب خوشحالی، داری میخندی، حالت خوبه.
به ظاهر. بعد طرف ریپلای میزنه تو که خیلی خوشی بابا، خوش به حاله. اوکی، هفته بعد اونجا با خودت چی میگی؟ بابا ندیده من 5 روز 6 روز هفته رفتم سر کار، پول در آوردم، پدرم در اومده. خب بعد اونجا کار کردن تو رو ندیده. هفته بعدی دوباره مثلا یه استوری دیگه میذاری مثلا با دوستات، بعد یکی دیگه ریپلای کنه بابا این خیلی خوشه، بابا خیلی خوش به حالت، همش خوش گذرونی، خوشانته. باز با خودت نمیای بگی جواب طرف رو بدی که آقا جان من دارم کار میکنم، تلاش میکنم، حالا 1 روز 2 ساعت من دوره هم جمع شدیم داریم میگیم میخندیم. شما یک استوری میذارین و چشم بقیه فقط همونو میبینه. خب اینجوریه که فقط با یه استوری شما رو قضاوت میکنن، با یه استوری میگن حال شما خوبه، با یه استوری کلی واسه حرف در میارن. دقیقاً متقابلا هم همینه. کسی که مثلا میاد از خوشیاش میذاره مهاجرت کرده، تو اشکای دوریشو ندیدی، تو نمیدونم بدبختیایی که کشیده رو ندیدی، چقدر اذیتش کردن رو ندیدی. خوشوارش طرف مهاجرت کرد. مثلا من دوست صمیمی خودم که الان مهاجرت کرده، من دارم میبینم چقدر داره تو کشور غریب اذیت میشه، چقدر یه جاهای فقط مسئولیت رو دوش اونه. بعد بقیه میگن خوشوارش رفته داره خارج ترکیه درس میخونه. بابا اگه اون رفته اولا زحمت کشیده، تلاش کرده، باباش چقدر داره کمکش میکنه، چقدر داره فشار مالی روشونه. تو که نمیبینی، تو فقط اون مثلا یه استوری گذاشته از فلان جای ترکیه رو میگه اوه که داره این میترکونه دیگه. تو از دل بیقرارش خبر داری، از حالش خبر داری. همه همینن بچه ها. همه زندگی های آدم ها یه پشت پرده‌ای دارن که حداقل آدم ها میدونن و نباید ما اونا رو قضاوت بکنیم و با زندگی خودمون مقایسهش کنیم. این خیلی مهمه. تو وقتی تو اینستاگرام باشی صبح تا شب زندگی بقیه رو ببینی، از زندگی خودت انقدر یادت میره، حالت، روان، زندگیت همه چیز خراب میشه و تهش هیچی واسط نمیمونه، هیچی. پس انقدر وقتتون، انرژیتون، حالتون، زندگیتون رو درگیر این فضای اشتباه نکنید و شما باشید که ازش کار میکشید، نه اون از شما. یه کاری کنید که منبع درآمدتون باشه، یه کاری کنید بهتون سود برسونه، یه چیزی یاد بگیرید. اگه یه پیج فالو میکنید، زبان درست حسابی به شما یاد بده، هر روز 4 تا لغت فلان رو یاد بگیرید. نه اینکه یه پیج رو فالو کنید که اصلا هیچ ارزشی نداشته باشه. اگر پیجی رو فالو کردین که فکر میکنید واقعا وقت شما رو میگیره، اگر فکر میکنید نمیتونید چکش نکنید، آنفالو کنید. بچه‌ها من خودم از وقتی تصمیم گرفتم این اینستاگرام رو ترک بکنم، واقعا استوریایی که حتی درست حسابی بودنم چک نمی‌کنم. اولا وقتم میگیره، دوما باز هم میدونم ذهن من درگیر میشه. مثلا یه دختر ورزشکار بود، خیلی قبولش دارم، خیلی مثلا دختر خوبی و اینا. قبلا میگرفتم با حوصله همه استوریاشو میدیدم، مثلا حتی مثلا چیزای متفرقه هم میذاش نگاه میکردم. همون چون استوری زیادی میذاش کلی از وقت منو میگرفت. بعد به غیر اون مثلا میدیدم خیلی روتین خوبی داره، گاهی وقتایی ناخودآگاهی بهم میگفت خوش به حالش. واقعا دارم میگم این دست ما نیست بچه، این یه ناخودآگاهیه که سراغ آدم میاد. اینکه مثلا طرف داره درس میخونه، باشگاه میره، خیلی خوشه کله، اینا اینجوریه که تو میبینی که خیلی خوبه دیگه زندگیش و واقعا هم شاید زندگی خوبی داشته باشه، خودش هم از زندگی خودش راضی باشه، ولی اون ته دلت که خالی میشه یا با زندگی خودت مقایسش میکنی، خب اونجا یهو کارو خراب میکنه دیگه، یهو دلت میگیره، یهو تو فکر میری. خاطر همین اصلا چک نکنید بچه‌ها. من خودم واقعا همه این فضاها رو ترک کردم و الکی نمیگم، جدی حالم خیلی بهتره. پس سعی کنید زندگی خودتون رو نگاه کنید، خودتون رو تو آینه نگاه کنید، خودتون رو با دیروز خودتون مقایسه کنید و واقعا کم کم ترکش بدید. به نظر من هیچی با ارزش‌تر از خودتون و زندگی خودتون نیست. حتی اگر به ظاهر بدترین زندگی رو داریم، بدترین زندگی رو با دیروز خودتون مقایسه کنید و تغییراتی که میبینی، اون تغییرات حال تو رو خوب میکنه، نه زندگی خودت با زندگی بقیه. خیلی مهمه واقعا این موضوع.
مراقب خودتون باشید بچه ها. قدر خودتون رو بدونید، قدر لحظاتتون رو خیلی بدونید. وقت خیلی با ارزشه بچه ها. من حتی از یه جایی به بعد حتی 1 دقیقه بیشتر میخوابم احساس میکنم دارم عذاب وجدان میگم. گاهی وقتا لازمه ها، واقعا یه وقتایی خوابیدن لازمه، ولی یه جاهای بیهوده خوابیدن آزارم میده. نمیدونم، شاید من دارم اشتباه میکنم، ولی قدر لحظاتتون رو خیلی بدونید، چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن، هیچ وقت.